سلام عرض میکنم خدمت بینندگان گرانمایه با یک قسمت جذاب دیگه از لیست معرفی 4 تا فیلم مشتی در خدمتتون هستیم. شماره 1 محصول 2017. سوال مهم انتهای لاستاواس پارت 1 که در مورد این فیلم هم صدق میکنه. کیو نجات میدی؟ جهان یا یه دونه دختر تو؟ خب معلومه که انسانیت و دین میگه جهان دیگه، این چه سوالی؟ نه، دخترت نجات میدی، چون اگه نباشه نمیخوای دنیاش باشه. لوگان یک فیلم مارول توری از مجموعه فیلم‌های ایکس من که توی این داستان به جای تمرکز رو قدرت‌های ابرقهرمانی به آسیب پذیری و انسانیت شخصیت‌ها می‌پردازه که همین موضوع هم متفاوت و قشنگش کرده. شبیه لاستاواس تو این فیلم هم یک پدری رو داره که طی یک ماجراهایی مجبور بره یک دختری رو به یک مکان امن ببره که آخر داستان احساسی که این دختر خودشه درش ایجاد میره، جایی که دیگه کار از کار گذاشته. حالا قشنگی قصه ما اینه که این دختر یک بیچه عادی نیست و نبودنش برای دنیا حیاتیه. برای همه دنبالشن و این وسط پدر ما باید تصمیم بگیره که جهان واجب تره یا سلامتی بیچش. دیگه براتون بگم که تو این فیلم به نسبت بقیه قسمت‌های سری جلوه ویژه‌های کمتری استفاده رفته و بیشتر صحنه‌های اکشن به صورت واقعی فیلمبرداری شده. دومی 2020. موضوع مورد بحث این فیلم جذاب ما سوالی فوق کلیشه‌ای، جالب ولی مهم. سرنوشت ملت از پیش تعیین شده یا میشه تغییرش داد؟ اینجا 2 تا دختر داریم که توی یک خانه، یکیش تو زمان حال و اون یکی دیگه 20 سال گذشته زندگی میکنه. ارتباط این 2 تا با هم از طریق یک تلفن 20 سیمه. اینا بعد از اینکه با هم آشنا میرن، اوایل داستان به هم کمک میکنه. ای به اون میگه گذشته چجوری بوده، او به ای از آینده خبر میده. ولی خیلی زود دختر تو زمان حال مفهمه که یکی دیگه تو گذشته میخواد یک کارایی بکنه که آینده رو تغییر بده. قشنگی قصه ما اینه که به جایی که خیلی الکی بپیچوننش، بیشتر هیجانیه. شخصیتای ما هرچی یکی مهربون و آرومه، اون که دیگه رب بروب حالیش نمیره تا دل تا بخه خشن و بیرحمه. فیلم از همون اولش درگیر تا میکنه، با اینکه بیشتر صحنه‌هاش تو یک خانه قدیمی فیلم برداری رفته و تقریبا یک لوکیشن محدودی داره، ولی اتمسفر فضا و نوع روایت قصه یک جوریه که تا آخر کار نگهت می‌داره. اول قرار بوده آخر فیلم به جای پایان تلخ یک انتهای خوب و خوشی داشته باشه که بعد کارگردان برای تاثیرگذاری بیشتر پایان ناگوار انتخاب میکنه. فیلم ما ترکیب جذابی از ژانرهای ترس، روانشناختی و علمی تخیلی با یک داستان پیچیده و هیجانیه که پایان غیر قابل پیش بینی داره. فیلم با استقبال بسیار مثبت منتقدان مواجه رفته و تو پلتفرم‌های استریمینگ یکی از بهترین فیلم‌های کره جنوبی بوده. شماره 3 2021. تم سفر در زمان و جهانهای موازی ایده جذاب که تو این فیلم هم شبیه به دومین محوریت اصلی موضوع مورد بحثمونه. سوهو اسم همون محلی واقعی تو لندنه که شخصیت اصلی ما آرزوی رفتن به اونجا رو داره.
تا تو مدرسه مد درس بخونه. یک ترکیب جالب از نوستالژیک و مدرنیته پر از فلشبک های قشنگ با گذشته. قبول دارم که فیلم تا میای قضیه رو پخته کنه که مخاطب از اونجا به بعد دیگه درگیر بره یکم زمان می‌بره، ولی از 30% فیلم به این ور ترکیبای قشنگی رو می‌بینم. مثل فیلم دوم اینجا هم 2 دختر رو می‌بینیم که تو زمانهای مختلف با هم ارتباط دارن. فیلم به بررسی قدرت، سوء استفاده و ظلمی که زنها تو دهه‌های گذشته به ویژه تو صنعت سرگرمی تجربه کردن می‌پردازه. پایان فیلم ما تا حدی پیچیده که یک جورایی در مورد پذیرش واقعیت و مواجهه با گذشته‌های تاریک انسانه که تو آخر داستان به یک پیام خاص در مورد احساس گناه و آشتی با خود می‌پردازه. در کل فیلم زیبایی، ترکیب رنگای جالبی داره و ایده‌ش هم بامزه. فقط فیلم داستانش یکم شلخته‌ایه. یک جورایی انگار دیگه زیادی تلاش میکنه بیه تو حلق مخاطب. مگه ما رو ببینین حرف مو ایه میخوام ایره به اتابو بگم. گرچه این موضوع با قضیه مشهور شدن کاراکترهای ما همجهت و برعکس این موضوع رو تقویت میکنه. آخر داستان فیلم هشدار میده که زندگی تو گذشته یا وسواس نسبت بهش میتونه منجر به فروپاشی هویت بشه. آخری 2016. Te lo estoy pidiendo, carajo. تقابل بین خیر و شر همه جا فیزیکی نیست. تو این فیلم به شکل جالبی میبینیم که میتونه ذهنی و روانشناختی هم باشه. اینجا یک فرد منزوی و تنها رو میبینیم که بعد از یک تصادف از کنار به پایین فلج میره. داستان ما از جایی شروع میره که شخصیت اصلی چون از نظر مالی تو تنگنا قرار داره تصمیم میگیره که یک بخشی از خانهشه به یک زن و دختر اجاره بده، ولی خیلی زود میفهمیم که اوضاع عادی نیست و همه چیز برنامه‌ریزی شده برای یک سرقت از بانک. کاراکتر ما هم که از قضا یک هکر ماهره تصمیم میگیره که به شیوه خودش از یاب گلالود ماهی خودشه بگیره. توی این فیلم هم استقبال منتقدار درمو به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های اسپانیایی 2016 شناخته شده. با اینکه توی این فیلم بیشتر صحنه‌ات یک خانه قدیمی و بزرگ فیلم برداری رفته، ولی روند داستان جوریه که تا آخر خسته یا حس تکراری بودن پیدا نمی‌کنی. این فیلم از اوناییه که سکانس‌های آخرش 2-3 بار نگاه می‌کنی. نه برای که نفهمیدی چی شد، برای اینکه انتهای کار هر 2-3 دقیقه یک بار سورپرایزت می‌کنه. یک اثر که فراتر از یک عنوان جنایی ساده خودش نشون میده. یک تقابل جذاب بین معلولیت و هوش، پر از صحنه‌های اکشن و خشونت‌آمیز با ایجاد حس ترس و اضطراب. از اونایی که آخرش شاید تو فکر فرو بری. تا دیداری دیگر، بدرود.